سلام عزیزان، امروز اومدم با یک غذای اصیل ایرانی به نام دیزی یا گوشت کوبیده. دیزی یا گوشت کوبیده پایه ثابت ما ایرانی ها هست. مواد لازم رو بهتون میگم و امیدوارم که درست کنید و یک تجربه بسیار عالی براتون بشه. چربی گوشتی که ما توی دیزی یا گوشت کوبیده استفاده میکنیم به نسبت باید زیاد باشه. 500 گرم گوشت گوسفند دارم من، گوشت بره، 4 عدد سیب زمینی خرد شده، 4 عدد گوجه فرنگی سایز متوسط خرد شده، 1 عدد پیاز خرد شده و 2 حبه سیر. فلفل سیاه و زردچوبه از هر کدام 1 قاشق غذاخوری، پاپریکا 1 قاشق غذاخوری، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، نمک به میزان لازم و نخود و لوبیایی که از شب قبل خیس کردیم از هر کدام 1 پیمانه. بریم که آماده کنیم. در ابتدا پیازا رو وارد قابلمه میکنیم و میذاریم تفت بخوره. یکم که پیازای ما تفت خورد، سیرا رو اضافه میکنیم. گوشت رو به قابلمه اضافه میکنیم تا کاملا تفت بخوره و رنگ گوشت تغییر کنه. چربتر و بیشتر باشه، دیزی ما خوشمزه تر و کشدارتره. ادویه ها رو اضافه میکنم تا بوی خامی زردچوبه هم از بین بره. فلفل پاپریکا و فلفل سیاه رو میریزم که کاملا تند بشه. گوجه فرنگی ها رو اضافه میکنم تا باز تفت بخوره و همونجور که میدونید گوجه هم یک بوی خامی داره توی غذا، از بین بره بوی خامیش. سیب زمینی ها رو اضافه میکنم. خیلی نیاز نیست که همه چیز زیاد خورد و کوچولو بشه، به خاطری که اینا له میشن با هم. نخود و لوبیا که از روز قبل خیس شدن و چند بار آب روشون رو خالی کردم اضافه میکنم. روی مواد رو آب میریزم که کاملا سطح قابلمه رو بپوشونه. زمان پخت این غذا بین 4 تا 5 ساعته و من فکر کنم که باز انتخاب اشتباهی داشتم توی سایز قابلمه و باید قابلمه رو عوض کنم. غذا رو به حرارت بالای روی اجاق میذاریم که 4-5 ساعت همه مواد بپزه و له بشن. کاملا باید جا بیفته. چک میکنیم و میبینیم که حبوبات سیب زمینی گوشت ها کاملا له شدن.
گوشتکوب برقی که بهتون نشون بدم که چقدر راحت همه چیز له میشه و یک غذای یک دست داریم، کاملا میکس شده. نگران ته قابلمه نباشید، چون گوشتکوب به ته قابلمه تماسی پیدا نمیکنه که باعث خراب شدن ته قابلمه باشه. غذامون آماده است و در آخر نوش جان. لایک و کامنت فراموش نشه.